نمیریستی لعنتی فکر میکردم هیچ وقت ولش نکنه. اون سرشو پایین گرفته که باعث میشه مردم یادشون بره. مردم به زودی خواهند فهمید که تردد اون در اطرافشون برای کار خطرناکه. خب ما باید چی کار کنیم سانی؟ تو مثل یه دوست قدیمی باهاش رفتار کن، از شهر دور نگرش. باشه. شاید بهتر باشه یه مدت سمت جنوب بری. وای سیتی این روزا مثل طلای 24 عیاره. کلمبیایی ها، مکزیکی ها، حتی فراری های کوبایی هر کدوم یه سهمی میخوان. اونا همه روی مواد مخدر کار میکنن. یادته که خانواده ما به این کثافت ها دست نمیزنه. وقتش رسیده که تغییراتی بدیم. خانواده نمیتونه پشتشو به دشمن بکنه تا اونا غنیمت ها رو جمع کنن. بنابراین ما یه نفر رو میفرستیم تا کارهای کثیف رو برای ما انجام بده و ما برای خودمون یه سهم خوب و بی سر و صدا برمیداریم. رابط ما اونجا کیه؟ کن روزنبرگ. عجب احمقی. اون چطور میتونه جلوی ریسیتی رو بگیره؟ ما نمیخوایم این کارو بکنه. میذاریم توی وای سیتی بگرده و پول جمع کنه. ما بهش وقت میدیم و بعد یه مدت هم میریم ببینیم چی کار کرده. هی رفقا کن روزنبرگ اینجاست. سلام من میرسونمتون باشه. من با تولید کننده ها صحبتی کردم. اونا خیلی مایلنه که یه رابطه کاری با ما داشته باشن. خب که چی؟ اگه همه چیز خوب پیش بره ما باید وضعیتی خوب پیدا کنیم که خوب عالیه. خیلی خوبه ما با همه برادریم باشه. یکی کارا رو انجام میده و اون یکی از پشت سر مراقبه. خیلی خوب. اونا خودشونن توی هلیکوپتر. اونا یه مبادله مستقیم میخوان. باشه سر جاتون بمونین. بزن بریم. آوردیش؟ مواد 100% خالص کلمبیایی رفیق. خیلی خوب بذار ببینم. پولا 10 و 20 دلاری کهنه. فکر کنم ما با هم معاملمون بشه رفیق. ای لعنتی. من سرمو به خاطر یه احمق مریض کثافت بیرون آوردم و صورتم. برو یکم بخواب. چیکار میخوای بکنی؟ فردا میام دفتر تا تمیز کردن این گندکاری رو شروع کنیم. سلام سانی. تامی خیلی وقتی گذشته. میدونم الان خیلی احساساتی شدی. 15 ساله. انگار همین دیروز بود. منظره جالبی بوده. کار کردن با خانواده خیلی راحته، اما خانواده مراقب پسرش هست. سانتادیگو مرده، تو الان رو تله سفید نشستی. ببین سانی به ما خیانت شده. اون معامله کمین بود. هریولی مورن. حتما شوخی میکنی تامی. بگو که هنوز پولو داری. نه سانی من پولی ندارم. اون پول مال من بود تامی. پول من. بهتر سر به سر من نذاری، چون میدونی که من کسی نیستم که بشه سر به سرش گذاشت. نه سانی من شخصا بهت اطمینان میدم که پولتو پس میگیرم، همینطور موادو و کسانی رو که مسئول این قضیه بودن میکشم. من خودم میدونم که تو احمق نیستی، اما بهت هشدار میدم اگه کسی دیگه جای تو بود تا حالا مرده بود. اما چون پای تو وسطه، چون ما با هم خاطرهای خوبی داریم، بهت اجازه میدم این کار به سر و سامون برسون. سانی من بهت قول میدم. با تماس میگیرم.